سلام دوستان، با قسمت 21 نمیدونم 20 اندیوم دفعه قبل 20 بود، گفتیم ما 20 قسمت در کنار هم بودیم. چه دفعه قبل بود؟ دفعه قبلتر بود؟ نه دفعه قبل بود، چون دفعه بین اون که اومدیم خب بازی چیز بود. راست میگی. آره تعداد برنامه 21 در قرن عجیب 21 در یک وضعیت حساس کنونی. آره الان که این برنامه رو داریم ضبط می‌کنیم صبح یک شنبه است. من به شخصی که دیشب رو نخوابیدم، داشتم خبرها رو I slept like an angel از این ور اون ور می‌دیدم. حالا اصلا نمیدونم مثلا این بچه‌هام واقعا مخاطبمون فرصت میکنن اصلا این وارشتا که ما رو ببینن یا درگیر خبرهای دیگه هستن. یعنی جمهوری اسلامی ایران اسرائیل رو زده، اونور گفتن که ممکنه ما بخوایم جواب بدیم. این وضعیت خیلی عجیبی هستیم. امیدوارم برنامه آخرمون نباشه. آره اینترنت ها حداقل قطع نشه. من اصلا نمیدونم اصلا همین برنامه رو ما میتونیم آپلود کنیم اینترنت حداقل دچار مشکل نباشه، چون دیشب حالا نمیدونم از حجم این خبرها بود یا دستکاری چیزی شده بود، وضعیت اینترنت هم زیاد جالب نبود به هر حال. حالا به هر حال آره امیدواریم که ادامه داشته باشیم. فقط این قول رو من میتونم بدم که تا زمانی که ما هستیم و توان داریم سعی میکنیم که این برنامه رو ضبط کنیم و طبق روال عادیمون ما به هر حال پیش بریم. برسیم به موضوعات برنامه امروز. ما امروز قراره در مورد داماش که صحبت کنیم، ولی قبل از اون علی میدونی چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟ انتخابات هیئت فوتبال برگزار شد. بگو کی انتخاب شد عنوان رئیس جدید هیئت فوتبال؟ شد. وای نمیدونم کی شد. نمیدونین؟ نه. در یک رقابت تنگاتنگ آقای قربان علی الماسخاله انتخاب شدن عنوان رئیس هیئت فوتبال. چه تغییر خوبی. آره اصلا از هر هیچ انتظار نداشت. 30 خورده رأی آورد. یعنی اون نامزدای دیگه حتی به خودشون هم رأی ندادن. نه حق رأی نداشتن. اصلا دیگه حرفی برای گفتم با این اقتدار اصلا. حالا کیا رأی دادن؟ کیا که باشگاه رأی دادن، رئیس شهرستانا رأی دادن. آره یعنی شامل حالا باشگاه ملوان میشه، داماش خودمون میشه. از داماش هم آقای کی رأی دادن که چه شخصی؟ ناظمی که چه سمتی دارن نمیدونم. به عنوان کی؟ نمیدونم. چون سر بحث که میشه ایشون میگن که من که سمتی ندارم، من اینجا هیچ کارم، به من چه ربطی داره؟ کی؟ من کلا فکر کنم رأی دست ایشونه. یادت میدونی چی افتادم؟ سال 94 بود اتفاقا، دوباره انتخابات هیئت فوتبال بود. برهه‌ای بود که عملاً آقای عابدینی کلا تیمو ول کرده بود، هیچی، فقط نزدیک انتقال هیئت فوتبال بود. یه شخصیتی آورد بود به اسم علی محمودی که اصلا ما نمیشناختیم کی بود، کجا بود، از هنوزم نمیشناسیم. آره نمیدونم از کجای فولاد لوشان و اینا مثل اینکه آورده بودن. اومد فقط تو انتقال شرکت کرد، زیرش نوشته بودن مدیر عامل داماجی رأی داد، بعد دیگه هوتوتو اصلا دیگه هیچ صدایی از هیچ جایی ازش دیگه شنیده نشد. هیچ. خلاصه این که فقط این رو باید توی ذهنمون داشته باشیم که باشگاه چه داماش ملوان، اون یکی قرمز سفید روده، نمیدونم هر کدوم از این تیم‌ها، یه وقتی اگر باشگاه اومدن گفتن توی استان از ما حمایت نمیشه، امکانات نداریم فلان، دیگه همین رأی‌ها رو باید جلوشون بذاریم دیگه. یعنی مثلا یه دونه رأی کمتر نشد که اونا بگن که نه اون یه دونه رو ما داده بودیم به یکی دیگه. کلا به نظر این آقایون اومدن آورده شدن تو این ماها که فقط تو این رأی دادن باشن که حتی اگه یکی دوتا هم نقض دیگه جای اعتراضی نمیمونه. ولی حالا بیشوخی، ولی به جز این که حالا به قول بعضی هوادار همش سمت هتل کارت. ولی حالا بیشوخی تبریک میگیم به جناب آقای الماسخاله، چون دیگه حمایت همه تیم‌ها رو کامل پاشو خوش داره دیگه. خب اصلا کامل اصلا. دیگه بس اصلا هیچ جای اعتراضی نمیمونه از هیچ از این تیم‌ها واقعا، از جمله داماش خودمون. بگه نمیدونم من نورم فلانه، چمنم بسیاره، نمیدونم چرا فلان نامه زده نشده، چرا هیئت پشتمونه، دیگه حرفا رو دیگه نداریم. چی میشه گفت؟ حالا ببین حالا مثلا گزینه‌های دیگه هم خیلی چیزای حالا کاری ندارم. حتی میگن قبل اینکه آخه مادام العمری نمیشه که آخه یعنی چی؟ ببین حالا از بین اون نفرات و گزینه‌های دیگه‌ای که دیدم مثلا شاید کسی هم بود که مثلا بازیکن سابق یا مثلا شخصیت ورزشی، مدیر ورزشی که بود
تا حدی بودن آره، مثلا آقای هدایتی مثلا هیئت کشتی بودن آره هیئت کشتی بودن. خب کشتی کجا؟ ولی آره فوتبال باید دست فوتبالی‌ها باشه، مثلا این پیشکسوت‌های فوتبال گیلان، حالا شاید حالا یه گزینه‌ای که به عنوان نایب و اینا داشتن حالا یکی دو تاشون جلب توجه می‌کرد آره. ولی به هر حال همشون قبل انتخابات کنار کشیدن. بریم سر موضوع خودمون که واقعا اینم که گفتم، فقط اینو بگم، این صحبتی که انجام دادیم بچه‌ها توی گروه هیئت باشه گفتن که چرا نپرداختید به انتخابات خیلی جذاب هیئت فوتبال. گفتیم خب چرا بپردازیم؟ چرا جذابه؟ چه جذابیتی داره؟ اصلا نه ما میتونیم رأی بدیم، نه هوادار میتونه رأی بده، نه باشگاه‌ها اصلا نظر هوادار براشون مهمه. جایی که نتیجهش از قبل مشخص باشه، هر انتخاباتی که نتیجهش از قبل مشخص باشه معنایی نداره پرداختن بهش. برسیم به بازی با پارس جنوبی جم، ولی قبل از اون این نکته رو بگم، اگر این ویدیو رو اولین بار دارید می‌بینید مجموعه وارش تاک رو، لطفاً لایک قشنگتون رو بزنید به این ویدیو، بزنید روی دکمه سابسکرایب و اون زنگوله مورد علاقه علی رو هم بزنید روش که به محض اینکه ویدیوهای تازه میاد ازش مطلع بشید. حتما تو این برنامه هم مثل برنامه‌های قبلی کارت شارژهایی رو خواهیم گنجوند، منتها این بار قراره که خیلی سخت باشه، یعنی قراره که خیلی سخت بگنجونیم که یه کارت شارژ می‌خوای بدی. آخه تقاضا بالاست، بعضیا نوتیفیکیشن زدن زودتر از بقیه میان سری ویدیو رو جلو میزنن، می‌خوام یه ذره سخت‌تر پیدا بشه. به همین راحتی تو این قسمت نمیتونید پیدا کنید. اینو از همین الان بهتون میگم کجای خودم بزنم. حتما بازی با پارس جنوبی، بازی که 2 تا گل خوردیم، 2 تا گل زدیم، بعد مجدد یه گل خوردیم در دقیقه 99 و باختیم 3-2. این بازی که همینجا بودیم داشتیم لایو ریاکشن و این چیزا رو می‌دادیم. حالا برای کسایی که ممکن ندیده باشن، یه نیمه اول فاجعه داشتیم در واقع، در حالی که مثلا یه حملاتی داشتیم میکردیم، ولی همونطور که تو بازی‌های قبلی هم بهت گفتم حملات ما زهردار نیست، کسی نیست که اونجا واقعا از موقعیت‌های استفاده. ما نیمه اول رو بدون مهاجم بازی کردیم، مثلا هیچ نفراتی که جلو داشتیم لزوما مهاجم نوک نبودن و پارس جنوبی هم مثلا اون موقعیتایی که گرفت نهایت استفاده رو کرد و اوضاعش خیلی فاجعه پیش میرفت. من الان واقعا ناامید بودم، مثلا میگفتم شاید ممکنه بدتر بشه. نیمه دوم یه تعویض خوب داشتیم که اماد میرجوان اومد داخل، حالا با تمام اینکه حالا یه سن و سالی از گذشته و اینا بازم نشون داد که خط حمله خیلی زرداره و 2 تا گل هم زد به تیم سابقش هم زد، حالا اونجا بازی می‌کرد و همه داشتیم به این فکر می‌کردیم چطوری شاید اگه بازی مساوی می‌شد ما می‌بردیم بهترین بازیکن زمین هم شاید می‌شد دیگه. بازم همین الان می‌تونیم بگیم بود. بقیه حالا ممکن هر کدوم تک تک گل زدن. واقعا بهترین بازیکن زمین به هر حال معمولا از تیم برنده میشه. آره در صورت داره، ولی خوب از موقعیتایی که دستش میاد استفاده کرد. اینجور مهاجم داشته باشیم خوبه. باید الان به نظرم بقیه بازیکن‌ها یه خورده یاد بگیرن. بعد حالا دیگه داشتیم اون لحظه کامنتار می‌خونیم چه تو گروه چه توی لایو و اینا، همه داشتن میگفتن خب الان وقتشه داماش کامبک بزنه و اینا، ولی دقیقاً برعکسش شد. اتفاقی افتاد که در واقع نمیدونم فکر کنم 2 رقمی شده، نزدیک به 2 رقمی شده حداقل تو این فصل. ما تو وقت‌های اضافه نیمه دوم یا دقیقاً وقت اضافه گل می‌خوریم. آره مثلا لحظه‌ای که بازی می‌خواد تمام بشه گل می‌خوریم. خدا می‌دونه چند بار امسال ما اینجوری شدیم. بعضی وقت حتی همین باعث شده بود یه شایعه‌ای پیش بیاد که بگن این نتایج داماش طبیعی نیست. من دیگه نمی‌خوام بحثو به اون سمت ببرم، ولی آخه چطوری هم نمیشه هر بازی تو دقیقه آخر گل بخوری. بازی که تموم شد من داشتم برای هانی یک خاطره رو تعریف می‌کردم، حالا اینجا خوبه که تعریفش کنم. ببین نظر تو چیه؟ من مثلا ابتدایی راهنمایی اینا بودم، خب درسم به نسبت خوب بود توی مدرسه. نرد. بعد مثلا پیش میمد که اون برگر رو که معلم می‌خواست تصحیح کنه مثلا یه جواب درستی داده بودم، از دید معلم درست نبود. بعد میرفتم بهش مثلا توضیح میدادم که مثلا خانم معلم یا آقای معلم مثلا اینجا این درست نوشتم. بعد اون نگاه میکرد مثلا نمره رو بهم میداد. ولی مثلا پیش میاد اون بچه مثلا تنبل کلاس، بچه شر کلاس، برای همونم چنین مشکلی پیش میاد. بعد اون میرفت این اعتراض رو اونجا انجام میداد، مثلا میگفت برو چه سر جات تو میشه، مثلا چنین برخوردهایی با اون بچه‌ها میشد. داماش الان تو این موقعیته،
یعنی اینقدر نتیجه نگرفته. حالا تا صبح بیا بگو که نمیدونم اون صحنه آفساید نبود، اون پنالتی بود، نمیدونم چرا اینقدر وقت اضافه گرفته شده، چرا آخرش اینطوری شده. دیگه ما نمیتونیم توجیه کنیم، نمیتونیم از دید اون معلمه این قضیه میشه بهونه آوردن. من گفتم یه بار کلا ما باید بحث این که اون صحنه آفساید بود پنالتی بود نگاه کن. ما اگه یه بازی باید اونقدر خوب باشیم که از اون صحنه ها گذر کنیم. مثلا ما یه بازی داشتیم این فصل، نیم فصل اول مقابل آریو که بازی رو بردیم، تو اون بازی هم برام پنالتی نگرفتن ولی بازی رو بردیم. این بحثا بهانه‌ها رو بذارین کنار. هی این اینجوری کرد. بعضی اوقات میبینید تو واقعا داری بهترین بازی رو انجام میدی، داور 4-5 تا صحنه رو مثلا نمیگیره، مثلا یه بازی مثل نیرو زمینی میشه و اینا، یا بازی خیلی مهمه اون بازی خاص. آره یا مثلا بازی مثل اونجور نیرو زمینی قشنگ مشخصه دارن تیمو الکی میبازونن، اون موقع حق داری. ولی دیگه قرار نیست هر بازی یه نتیجه نمیگیری بیای پیج باشگاه بذاری این صحنه پنالتی نگرفتن وگرنه مثلا پنالتی میگرفتن ما شق و قمر میگردیم. آقا بزن کنار. مثلا همین فصل ما 2 تا پنالتی هدر دادیم. مثلا نه من میگم ممکنه حقم داشته باشیم و نه اینکه نداشته باشیم. قرار میگه هر بازی پنالتی بگیرن مگه؟ هر صحنه قرار پنالتی بگیرن مگه؟ وی ای آر که ماشاءالله نداریم. قول دادن که انزلی برسونه، مثل اینکه امیدواریم که اتفاق بیفته قرار. اونم برسونه. مثلا فکر کن مثلا بیارن رش مثل قضیه نورافکن میشه. نورافکن از سردار جنگ به عزادی میشه. وی ای آر از انزلی بیار رش، از رش ببر انزلی، بعد یا اینقدر هزینه میشه، بعد یا ما دیگه وی ای آر نمیخوام. این وسط مثلا ترکید خراب شد. مدیریت عالی ولش کنه. آره خیلی طولانی هم شد. حالا این بازی که تموم شد شاید حالا مخاطبامون شنیده باشن یه شایعاتی مطرح شده که البته همچین شایعه هم نیست، یعنی ما حالا نمیخوایم اسم رو مطرح کنیم الان، واقعا درست نیست. که آقای نظر محمدی سرمربی عزیز و محترم تیم یه سری از بازیکنایی که خودشون آوردن رو، یعنی همین 7-8 تای جدید رو، یه تعدادشون رو کنار گذاشتن، حالا با هم به دلایل مختلف. نمیدونم تو چرا مثلا ضعیف بودی، تو چرا نمیدونم دریبل خوردی، اون یکی چرا بس کردی، از این جور صحبت‌ها. ببین اولا این، بعد اینکه شاید چیز مثلا هوادارا انتظار داشتن یه نفرات خاص دیگه که همون میدونیم کیان اون رو بذارن کنار. آخه منطقی هم هست. حالا نه کنار بذاره تو ترکیب استفاده نکنه. ولی حالا اینم در نظر که ما خیلی بازیکن داریم مگه. حالا اگه واقعا ترکیب ما اینقدر بازیکن داریم، اینقدر جایگزین خوب داریم، اینقدر مثلا دمش گرم آره اینقدر تیم پایه خوب داریم که از تیم پایه بازیکن بکشیم بالا، آقا اصلا 10 نفر از این تیمو بذار کنار، از پایه بیار، حداقل ما خیالمون راحت خوشحال بشیم، حداقل خیالمون راحت بشه. با جوونا داریم میافتیم، از این 10 نفر شاید 2 نفرشون بازیکن درآمد واسه اون 10 سال بازی لیگ 2 بیاد یه کاری بکنه مثلا. الان ما مگه بازیکن داریم چی داریم نمیدونم. ولی خب حالا تصمیمی که گرفتن، حالا گفتن 1-2 تاشون رو گفتن برگردن، حالا این چیزی که گفتن آره. ولی خب امیدوارم حالا اگر این خبرها به هر حال رسمی شدن حتما ما توی پیج پوشش میدیم و سایت. آره امیدوارم هر کاری قرار انجام بشه سنجیده باشه، احساسی نباشه دیگه. خلاصه آره. دیگه این چند روزم حالا یه سری پیجا یه سری جاها یه شایعاتی میگفتن که آقای پیوس که اون منتفی شد دیگه. آره که رفت به شهرداری ماشر. اونم آقای پیوس تو لیگ 2 معمولا راحت تره. ببین نمیدونم واقعا اینکه الان صحبت سرمربی مطرح بشه در حد شایع، نمیدونم واقعا کی میخواد توی 7 هفته یه شوک بده. چه شوکی اصلا با کدوم بازیکن با کدوم زیر ساخت. من زیاد موافق این قضیه نیستم، هرچند وضعیت فعلی هم وضعیت خوبی نیست. در واقع وضعیتی هستیم که وضعیت دقیقه 90 گل خورد، وضعیت حالا اصطلاحاً میگم وضعیت اره دیگه. تمام خود نظرت چیه؟ مثلا چرا تیم به نظرت دقیقه وقتای اضافه گل میخوره به طور مدام؟ سطحش همینه، یعنی اینکه اصلا اینقدر که باخته، مثلا اینکه بحث روانیه، بحث جسمیه. روانیه به نظرم، یعنی جسمی البته هست، این ترکیب عوامله، ولی شاید غیر طبیعی میزنه، نمیدونم. شاید میگم با یک بحث مثلا کارشناسی روانی، یه کارشناسی بیاد بالا سر تیم باشه، شاید به نظر تیم
بیش از هر چیز به روانشناس شاید نیاز. روانشناس تخصصی البته. آره روانشناس ورزشی. حالا حتی نمیدونم از این آدمایی که میان حرف انگیزشی میزنن، نمیدونم اینستاگرام از این کلیپای آره من در اینطوری بودم هیچی نداشتم، ولی الان هم از اینایی که میان چیزای آره خوبه واقعا از این وضعیت البته بی اس میگن اونا رو بیاریم. آره خب برسیم به بحث بازی چادر ملو. عزیزم چادر رو برده. چادر ملو اولا که حالا قبل از اینکه به بحثش برسیم شاید برای خیلی جالب باشه که اصلا چادر ملو یعنی چی؟ گربه بود. ملون اسم یه گربه‌ای بوده. چادر انگار مثلا چیز بوده به معنی جا، دره، جایی که گربه داشته، همچین چیزیه. گربه داغونی بود تو دره بود که منقرض هم شده ملونه. حالا کار نداریم. این جریان اسم خیلی اسم سختیه، یعنی به زبان ما حداقل WTF به توان 2. آره خیلی سخت میاد در مورد خود بازی، ولی تیم خوبی هن. حالا از گربه‌هاش مشتق بگیری با در نظرشون نگید تیم خوبی هن. لوگوی گربه هم بزنن قشنگ. آقا چادر ملو خب تیم خیلی خوبی، تیم خیلی خوبی، نفرات خیلی خوبی، تیم قابل احترامی هست واقعا. آره با اینکه حالا مثلا فکر کنم سال دومشه. آره چادر ملو تیم خیلی خوبیه. باشگاه ما واقعا دیدی که خیلی اینطوری تیم‌داریای درست هم داره میکنه. بی خود نیست الان رده دوم جدوله و به نظرم تو بازیاش هم چیزایی که دیدین هیچ وقت شایبه و چیزی هم ایجاد نشده. تو خارج از اونم این فصل فقط یه مساوی و یه باخت داشته، بقیه همه رو برده. واسه همین الان خب ولی ما داماشیم. میدونید چیه مثلا سر بازی خیبر خب گفتیم آقا خیبر تیم کثیفیه، نمیدونم اینطوری با شایبه بازی میکنه، خیبر هوادارهاش آره اومدن اون توهینا رو کردن، اصلا جو بدی بود. ولی خب مثلا چادر ملو واقعا اینو باشگاهداریش درست، اون جوش درست، کارهایی که داره انجام میده منطقی، تیم خوب، ترکیبی و علی عیازاده ما اونجاست. امیدوارم که اینجا عیازاده گل نزنی بگم. امیدوارم که بتونیم یه بازی از خودمون ارائه بدیم که آقا خیلی سخته از این وضعیت در بیاییم. خیلی سخته بازی با نفراتی که ما داریم، خیلی سخته با وضعیتی که داریم میگذرونیم، ولی من شاید بگم در بهترین حالت مساوی بشه. مساوی هم بگیریم شاید هنر کردیم واقعا. آره ولی باز احتمالات فوتبال ممکنه هر بازی داریم اینا میگیم این چند هفته شد با دفعات قبل حالا این بازی رو باختیم دوباره جناب سعید طالبی اومد چیز یه استوری گذاشت حالت مثلا اسخای انگیزشی اینجور چیزا بود و خب بعضی وقت مثلا دفعه قبل اینجوری گذاشت بازی بعدش بهتر عمل کردن، شاید حالا دوباره انگیزه یه چیزی دارن. میدونی چیه علی؟ مثلا پوستر انگیزشی، کلیپ انگیزشی، متن انگیزشی، ما زیاد خودمون تو بارش اسپورت کار میکنیم. یه حدی داره میگه از یه حدی میگذره دیگه اون اثرش رو از دست میده، خیلی معمولی میشه. حالا اون بحث اخراج بازیکن‌ها اینا پیش اومد شاید یه خورده به خودش میگم نه حالا ممکنه یا میتونه برعکس هم باشه، میتونه جو ملتهب من بکنه، ولی امیدوارم اونطوری نشه. امیدوارم وضعیت حساس رو درک کنن بازیکن‌ها، چون اگه هر چقدر ما که خارج از خونه عملا هیچ داخل خونه ها رو باید تمام امتیازا رو بگیریم. اینو قبلا اشاره کرده بودم، اصلا مهم نیست حریفمون چادر ملو باشه، نمیدونم لیگ برتری باشه، طرف نمیشه چی باشه، ما باید تو داخل خونه باید امتیازامون رو جمع کنیم اگه می‌خوایم بمونیم. اگه دیگه از الان عزمتون رو کردیم برای صعود که من دیگه هیچ حرفی اصلا نزنیم اینجا برای صعود، هیچ حرفی نزنیم بهتره. ولی دیگه خودتون میدونید دیگه شایبه‌ای هم بوده، شایبه که نبوده، اتفاقی که افتاده صبر هوادار حدی داره. ببین یه اتفاقی هم که این وسط حالا چند هفته پیش افتاده بود، یکی به یکی از بازیکنامون، یکی از هوادارا به یکی از بازیکن‌ها گفت آقا این چه وضعیت بازی کردن رو داریم میافتیم. بعد اون بازیکنه برگشته بود گفته بود که خب بیافتیم دوباره تیمو میاریم بالا. اصلا به شوخیش هم قشنگ نیست آقای بازیکن. هر افتادن، هر سقوط کردن اینا میدونید چه ضربه روحی به هوادار میزنه، چه ضربه‌ای به جایگاه تیم میزنه. یکی از هوادارهای تراکتور مرد بیچاره، بچه 4 ساله یه بچه 7 ماهه داشت، سکته کرد مرد سر بازی تراکتور. این همون هواداریه که این چیزا هم پیش میاد. ما این هوادار داماش هم هواداری که ببین توی 2 سال از لیگ برتر رسید لیگ 2. ببین بیچاره نظر محمدی 2 هفته پیش داشت میمرد،
دیگه از این واضح‌تر، از این صریح‌تر حق داره مردمی که اخراج میکنه. اینا هست. شاید اون بازیکنی که این حرفو میزنه خودشو در سطح لیگ 2 میبینه که من میگم میرم برم لیگ 2 دوباره بازیکن لیگ 2 ای هم مثلا. آره دیگه مثلا من اونجا عملکرد بهتر داشته باشم دوباره هوادار ازم تعریف کنه. بعد حالا ببین اینجور چیزا رو بذارین کنار. اینجور راحت نیست واسه خودمون میگه الان سقوط کنیم و اینا. سقوط کنیم اولا که اصلا معلوم نیست با این وضعیت دوباره تیمداری بشه، بدهی ممکنه بمونه، دوباره باید حالا شما خودتونم پولتونم نمیگیرید. آره دوباره حالا باید نفرات جمع کنیم برای لیگ 2. الان فکر کنید مثلا ما با همین تیم تو لیگ 2 نتیجه میگیریم؟ نه معلومه نمیگین چه تیمیه. نه بابا اصلا واسه تیم پارسال انگار احساس می‌کنم یکم اوضاعش بهتره بود، چند تا نفرات بهتر داشت. اینجوری راحت نیست واسه خودتون بگین بریم حالا لیگ 2. نه تیم سقوطکش شاید دیگه واقعا نباشه. اینقدر راحت واسه خودتون این چیزا رو نگین و امیدوارم تمام تلاششون رو بکنن تیم بمونه دیگه. هنوزم با تمام این نتایج افتضاح با 3 امتیاز با منطقه خط با منطقه ببینیم که بازی‌ها اصلا برگزار میشن. شاید واقعا به خاطر مسائل امنیتی اصلا بازی‌ها رو یه مدت شاید کنسل کردن. ان شاء الله برگزار میشه با اصلا امیدوارم آره بشه. در حال نگرانی هم هوادارا و مردم اینا به هر حال دارن و حقا دارن. میگم مثلا خودم از دیشب بیدارم مدام دارم خبرها رو دنبال میکنم چی شده چی نشده. پنیک اتک گرفتی. آره تو با خیال راحت خوابیدی صبح دیدی که من چه من زیاد اخبار دنبال نمیکنم. آره. تو دنیای خودم این بود به هر حال برنامه این هفته و میگم ما سعی میکنیم که هر اتفاقی بیفته برنامه‌مون رو ادامه بدیم. حالا چه این برنامه چه برنامه‌ای توی استادیوم چه پخش بازی‌ها کمی کاستی هرچی از ببخشید به هر حال توانمون در این حد دیگه. امیدوارم که به هر حال بازم باشیم، اینترنت هم وجود داشته باشه، لیگ هم برگزار بشه، ما هم در خدمت شما باشیم. هیچی نمیشه. حرف پایانی حلالمون کن. الان تو داشتی روحیه میدادی. این بود وارشتاک این هفته. به امید برد در مقابل چادرملو. میدونم مأموریت سختیه ولی خب داماشیم ما دیگه، هر اتفاقی ممکن. بریم که دوباره عزودی رو بتر 11 روزهای سختی عزودی رو بتر کنیم، حتی با تشویق نه با چیز دیگه. خدا نگهدار.